توجیکستان شام 23 ایون خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در جمهوری 18 حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس آشکار شده است. به این ترتیب در 3 روز اخیر در تاجیکستان الکی 50 مورد آلوده شوی به کرونا ویروس را رسما تصدیق کردند. شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان را وزارت 13358 نفر میگوید که از این شماره 13218 نفر شفا یافته، 90 نفر فوت دیدند. با 50 نفر طی 3 روز اخیر گرفتاریشان آشکار شده تحت تبابت قرار دارند. وزارت تندرستی از اول سال سرسختانه پایفشاری میکرد که در تاجیکستان یگان حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس آشکار کرده نشده است. این وزارت گزارش ها درباره به این ویروس گرفتار شدن و حتی فوتیدن ساکنان را رد میکرد و میگفت آنهایی که گویا با گمان کرونا ویروس بستری شدند در اصل به علت استعمال یخماس و آب خنک گرفتار بیماری های راه‌های نفس به مثل التهاب شش یا زکام شدند، نه کرونا ویروس. روز 18 ایون معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان قربانعلی عبدالرحیم زاده در بیمارستان یکم سویس که از اثرات کرونا ویروس جان باخت و روز 19 ایون در ناحیه رودکی روحانی شناخته دامولا عبدالرحمان باقی‌زاده را که نیز از کرونا ویروس وفات کرد به خاک سپاریدند و بالاخره روز 21 ایون ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس رسما تصدیق کرد که در حقیقت در مؤسسه های تندرستی مملکت حالت های گرفتار شدن به بیماری سرایتی کرونا ویروس به قید گرفته شدند. عامل اساسی خروج نوبتی بیماری مذکور را متخصصان در بی‌توجهی رعایت نکردن مهلت معین شده برای خودمحافظتی شهروندان مملکت که از خارج کشور برگشته بودند استفاده نکردن نقاب و دیگر توصیه ها ارزیابی شد و از ساکنان طلب شد که به ضرورت گشت و گذار نکنند، در جایهای جمعیتی نقاب بپوشند و از مواد بی ضررگردانی استفاده برده توصیه های مقامات را بدون چون و چرا اجرا کنند.